حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان به رهبری غلام عباس ابراهیم زاده، نایب دوم مجلس نمایندگان و نماینده پیشتاز مردم بلخ در پارلمان کشور به گوی رسمی و در یک مراسم با شکوه در تالار لوی جرگه در کابل افتتاح گردید. در این مراسم شخصیت‌های سیاسی، مدنی، چهره‌های سرشناس ملی و بین المللی، علما، متنفذین، بزرگان، هزاران جوان و بانوان شرکت کردند. آقای ابراهیم زاده طی سخنانش در این همایش بزرگ تاکید می‌ورزد که حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان از میان توده‌های مردمی تشکیل شده و اطمینان می‌دهد که هرگز با سرنوشت و حقوق مردم معامله نخواهد کرد. ما امروز شاهد افتتاح یک حزب جدیدی در افغانستان که توسط مردم افغانستان و کسایی که دموکراسی را تمثیل کردند از نسل نوین مردم ما هستند شاهد افتتاحشان هستیم و حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان را ما بر تمام هواداران حزب از صمیم قلب مبارکباد عرض میکنیم. از خداوند عالم استدعا داریم که مصدر خوب برای همشهریان عزیز ما باشند که تا بتانند افغانستانی که جنگ زده ما را به دست خود آباد و اعمار بسازند. ما در شرایط بحرانی از کشور خود قرار داریم. ما نیاز به وحدت ملی داریم. حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان یک حزب فراملتی بوده و از تمام اقوام افغانستان در این عضویت دارند. حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان درست زمان شکل گرفته است که کشور به سوی بحران راهی است و با شکل گیری این حزب امیدواری ها بر آبادانی کشور بیشتر شده است. غلام عباس ابراهیم زاده، مؤسس، بنیانگذار و دبیر کل حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان، در سخنرانیش در این همایش با شکوه از تلاش‌های این حزب برای رفاه و آسودگی شهروندان کشور اطمینان می‌دهد. یه اهداف ماست تا پای جان مبارزه خواهد کردیم. حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان قسمی که از نظام سیاسی افغانستان، از اردوی ملی، از نظام دموکراسی، از حکومتی که با آرای مردم انتخاب شده دفاع میکنه، در بدلش حق سیاسی میخواه، حق اقتصادی میخواه، امنیت میخواه امنیت داشته باشند که برن به طرف پانتونها و مکاتب برای آبادی افغانستان. در این همایش بزرگ که شماری از مقام‌های برجسته دولتی نیز شرکت داشتند، طی سخنانشان شکلگیری حزب اسلامی نوین افغانستان و اعلام موجودیت این جریان بزرگ سیاسی را یک گام مهم در تحولات سیاسی کشور عنوان می‌کنند. این قدمی که جناب ابراهیم زاده صاحب و همکارانشان با مشوره شما دوستای عزیزان جوانای و مردم پر افتخار افغانستان به این موافقه رسیدین که یک حزب در این وقت اساسی کشور به نام حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان افتتاح و آغاز کار کنند. مژده خوب است به ملت افغانستان و مردم افغانستان. این حزب که قدم به عرصه گذاشته است، قدم به میدان فعالیت گذاشته است، امیدوار هستیم که تمامی اقتضاعات زمانی را چنانچه که در سخنرانی جناب ابراهیم زاده صاحب رهبر این حزب هم گفته شد، در نظر گرفته نیاز به زمان برنامه‌های خود را عیار بسازد، اقتضاعات و نیازمندی‌های زمان را در نظر گرفته. در این همایش بزرگ به منظور افتتاح و اعلام موجودیت حزب وحدت اسلامی نوین افغانستان، معاونین حزب، رؤسا، معاونان و منشی‌های کمیسیون‌های 24 گانه حزب، شمار از اعضای شورای رهبری، شمار از مقامات ارشد و مسئولان این حزب در زون شمال رسما معرفی شدند.